تا اینجا ما 3 تا دستور در خصوص محاسبه مساحت در نرم افزار اتوکد معرفی کردیم و دیدیم که چطوری میتونیم مساحت فضاهای مختلفمون رو به دست بیاریم. مشکلی که این دستورات داشتن این هست که ما در پروژه‌های بزرگ با تعداد فضاهای بسیار زیاد نمیتونیم از این دستورات استفاده کنیم، یا بهتر هست از این دستورات استفاده نکنیم به دلیل اینکه وقت ما رو به شدت خواهد گرفت و مجدد ما باید در هر زمانی که نیاز داریم بیایم از این دستورات استفاده کنیم، مساحت فضا رو به دست بیاریم و بر اساس اون ادامه محاسباتمون رو انجام بدیم. اما در ادامه ما 2 تا لیست معرفی میکنیم که اولیش لیست به اریا لیبل هست. کاری که اریا لیبل میکنه میاد و مساحت فضاهای مختلف رو در قالب یک جدول به ما میده که اون جدول شماره گذاریش فضاها رو شماره گذاری میکنه و مساحتش رو در قالب یک جدول به ما میده. کار دیگه که این لیست میکنه این هست که میتونه به ما یک خروجی فایل متنی بده، یک فایل تکسی بده که اون فایل متنی کلیه مساحت ها رو به انضمام شماره فضاها رو به انضمام مساحت ها به ما خواهد داد. برای اینکه ما بتونیم از این دستور استفاده کنیم 2 تا شورتکات داره، شورتکات AT و شورتکات AF. حالا در نرم افزار اتوکد میبینیم که چطوری میتونیم از اینها استفاده بکنیم. خب وارد نرم افزار اتوکد میشیم و اولین کاری که باید بکنیم ما این لیست ها رو باید فراخوانی کنیم در نرم افزار اتوکد. 2 تا کار میتونیم بکنیم، یا اینکه دستور AP رو تایپ کنیم، اپلود این رو بزنیم و پنجره مربوطه باز بشه و از اینجا ما بیایم لیستمون رو فراخوانی کنیم، یا اینکه از تب منیج بیایم لود اپلیکیشن رو بزنیم و از اینجا ما بیایم مسیر لیستمون رو به نرم افزار اتوکد بدیم و بتونیم بحث فراخونیش رو انجام بدیم. خب اولیش AT هست. من AT رو اینجا لود میکنم و گزینه always load رو هم میزنیم و میبندیم. گفتیم 2 تا شورتکات داره، AT و AF. اول با AT شروع میکنیم. AT رو من تایپ میکنم، اینتر میکنم، میگه از چه شماره‌ای میخوای شروع کنیم. شماره 1 رو ما میپذیریم. اگر شماره دیگه اینجا بود یا شماره دیگه مد نظر شما بود میتونید شماره ابتداییش رو تغییر بدید. پس میگیم از شماره 1 شروع کنه. بعد از اون میگه یک فضایی رو برای من مشخص کن برای بحث اون جدولی که صحبت کردیم. یک فضای خالی از فضای رسمتون رو انتخاب کنید، کلیک کنید، یه جدولی برای شما به این شکل حاصل خواهد شد و بعد از اون ما میایم تک تک فضاهامون رو انتخاب میکنیم. من میام اینجا آبجکت رو انتخاب میکنم و روی آبجکت های مختلف هم کلیک میکنم. روی دایره خب اول شیسلی رو گرفت، مستطیل، دایره. حالا چرا دایره رو انتخاب نمی کنید؟ دایره پایین و این چند ضلعی. می‌بینیم که تک تک این فضاها رو برای ما شماره گذاری کرد و مساحتش رو در قالب یک جدول برای ما آورد. خب قسمت بعدی، دستور بعدی که می‌خوایم استفاده کنیم دستور AF هست. باز AF رو تایپ می‌کنیم، اینتر، شماره شروع رو ما میذاریم 1، باز اینتر می‌کنیم و یک مسیری رو از ما میخواد برای اینکه ما بتونیم اون فایل متنی رو ذخیره کنیم و یک اسم هم براش مشخص میکنیم. به عنوان مثال من اسمش رو میذارم اریا و توی دسکتاپ میخوام سیو بشه. سیو رو میزنم، دوباره باید فضاها رو من سلکت کنم. ببینید درسته که ما یک بار فضاها رو سلکت کردیم و جدول رو به ما داده، اما ما برای اینکه بخوایم در فایل متنی کار رو انجام بدیم
یا باید شماره رو پاک کنیم، از اول سلکت کنیم، یا اینکه از فضاهای دیگه ای استفاده کنیم. خب من به عنوان مثال این دایره رو انتخاب میکنم، این شماره 1 خورد، بعد میام این چند ضلعی رو انتخاب میکنم. البته چون مرحله قبل سلکت شده اینها رو از ما نمیپذیره. من آبجکت رو بزنم، الان این شماره شد 2 و شماره 3 شد و بعد این تر رو من میزنم. الان زمانی که ما بریم در دسکتاپ و اون فایل متنی ایریا رو باز کنیم، میبینیم که شماره فضاها رو برای من آورده و مساحت تک تک فضاها رو هم آورده. پس ببینیم چقدر ساده تر شد. ما در قالب یک جدول کلیه مساحت ها رو در کنار سایر المان های پروژه‌مون میتونیم در نقشمون داشته باشیم.